به نام خدا. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی. نوشین و سادات حسینی هستم با جلسه 12 از کارگاه مکالمات تجاری و بازرگانی همراه شما دوستان گرامی. دوستان همونطور که میدونید ما در جلسه 11 اومدیم بحثمون رو به اعلام قیمت و درخواست قیمت در شبکه‌های اجتماعی بررسی کردیم و البته اون رو اومدیم طوری عنوان کردیم و آموزش دادیم خدمتتون که شما بتونین حتی در ایمیل و مکاتباتتون استفاده کنین. هرچند که برای بحث ایمیل و مکاتبات یک سری موارد دیگر نیاز هستش که شما باید عنوان جذابی رو بنویسین. تاریخ خیلی مهم هستش که بریتیش باشه، امریکن باشه، نوشتن اعداد و رقم، یک سری جزئیات دیگر که نیاز هست که شما به اینها توجهی داشته باشین. مهم هستش حتما. اما خب ما چون خیلی وارد بحث مکاتبات نمیشیم و اینها رو بیشتر برای بحث شبکه‌های اجتماعی اومدیم بهتون گفتیم، ولی باز به نحوی اومدیم مطرح کردیم و اون چارچوب و قاعده رو حفظ کردیم که هم شما در شبکه‌های اجتماعی بتونین به صورت حرفه‌ای و جذاب پاسخ بدین و هم در مکاتباتتون. دوستان خاطرتون باشه که حرفه‌ای بودن به این معنی نیستش که شما باید مکاتبات سخت و پیچیده‌ای رو داشته باشین. به این معنی هستش که شما باید مکاتباتتون حالت آکادمیک و رسمی داشته باشه و خدمتتون عرض کنم یه سری موارد رو رعایت کنید، حالا چه در نگارش و چه در حالا اون عبارت‌ها و جملاتی به کار میبرین، اون نوع نوشتارتون که بتونه اون حرفه‌ای بودن شما رو در بحث تجارتتون به طرف مقابل نشون بده. که ما زمانی که میایم آموزش مکاتبات رو به دوستان میدیم از مراحل ابتدایی درخواست شروع میکنیم. درخواست برای کاتالوگ، برای قیمت، اطلاعات پروفایل و اطلاعات کسب و کار و درخواست های اینچنینی و پاسخ ها به این درخواست ها به صورت جداگونه. و خدمتتون عرض کنم که الان هم داریم یه نمونه از اون درخواست ها رو بررسی میکنیم که درخواست قیمت هستش که دوستان مشکل داشتن تو این زمینه و ما گفتیم که این جلسات رو به این موضوعات اختصاص بدیم. و عرض کنم خدمتتون بعداً وارد بخش‌های دیگری میشیم از مکاتبات، استپ بای استپ از اون مرحله‌ای که شما عبور میکنین که درخواست ها هستش تا میرسیم مراحل دیگری که بخواین درخواست خریدتون رو ارسال کنین و بهتون پاسخ داده بشه، پروفایل اینوایس صادر کنین الی غیره، شکایت ها، عذرخواهی ها، نحوه پرداخت ها، حمل و نقل، کشتیرانی و الی غیره که به ترتیب که ما استپ بای استپ جلو میریم سطح این مکاتباتمون بالاتر میره، حرفه‌ای تر میشه، نگارش هامون به قول معروف حرفه‌ای تر میشه و اون نوع نگارش برای هر قسمت متفاوت‌تر میشه، مطالب زیادتر و بیشتری رو یاد میگیریم، دانشمون بالاتر میره و با توجه به اون تمارینی که برای هر بخش انجام میدیم و نگارش هایی که بر اساس اون آموزش ها به دست آوردیم باعث میشه که ما بتونیم در موقعیت های متفاوت که ما اومدیم الان اینجا یه موقعیت رو بررسی کردیم و به 3 حالت اومدیم بهش پاسخ دادیم، گفتیم این حالت های احتمالی وجود داره، ما فقط یک حالت رو بررسی نمی کنیم برای شما، اینها رو آموزش میدیم که شما بتونید در موقعیت که قرار میگیرین استفاده درست داشته باشین و بدونین باید چطوری نگارش داشته باشین و نگین خب الان من باید چیکار کنم، صرفا فقط یه نمونه رو دیدم، این نمونه رو دارم، خب الان که من نمیخوام اینجوری کار کنم، شرایط من این نیست، میخوام این رو عنوان کنم. برای همین حالتهای مختلف در پاسخ دادن ها رو ما بررسی میکنیم که شما بتونید دانشش رو به دست بیارین و برای کسب و کار خودتون در موقعیت‌های مختلف استفاده کنین و اون چی که میخواین رو به امید خدا بنویسین و با موفقیت همراه باشین. هرچند که این آموزش‌های کارگاه‌های ما که 12 جلسه بود کوتاه بود، برای شروع کار شما دوستان رو راه میندازه و شما میتونین در کنار استارت کارتون به ادامه آموزش مکاتبات و مکالماتتون بپردازین و انشاءالله به سطح پیشرفته برسید. خب دوستان ما درخواست قیمتی رو داشتیم، در جلسه قبل اون رو بررسی کردیم، دیگه نمیایم اون رو حالا دوباره مجدد بررسی کنیم. فقط یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که در جلسه قبل من فراموش کردم گویا به این اشاره کنم، حالا دوستان یا این رو میدونستن باهاش برخورد کرده بودن
یا خودشون سرچ زدن پیدا کردن. خب اما سوالی از طرف دوستان نیومد که خانم حسینی این به چه معنی هستش. ما واحد اینجا داخل این درخواستمون خریدار واحد ارزش رو، نوع ارزش رو اومده مشخص کرده و اینجا من داخل پرانتز 2 نوع دیگر رو نوشته بودم که میخواستم بهتون بگم و شما حالا که اومدیم گفتیم صحبت کردیم بدونید و قطعا دوستانی که در تحقیقات بازار صادراتیشون سایت های کشور دبی رو بررسی کردن به این موضوع برخورد کردن و میدونن چی هستش. داخل پرانتز 2 تا واحد پول دیگر اومده که واحد پول غیر رسمی دبی هستش ولی همون درهم. این حالا واحد پول رسمیشون AED واحد درهم امارات هستش، ولی این 2 موردی که میبینین واحد پول غیر رسمیه. خدمتتون عرض کنم دبی هستش که توی سایتاشون ممکنه باشون برخورد داشته باشین صرفا، ولی خب برای بحث مکاتبات و بحث قیمت دهی در حالا عرصه بین الملل از این واحدهای غیر رسمی استفاده نمی شود. صرفا آوردم که داخل پرانتز هم گذاشتم که شما این رو بدونید که اگر اومدین سایت های اونها رو بررسی کردین قیمت کالایی رو خواستین در بیارین بدونین که اینها هم جزو واحدهای پولی اونها هستش. ولی اون چه که مهم هستش و از شما درخواست میشه بالخصوص در شبکه‌های اجتماعی میگن واحد قیمت که به ما میدین لطفاً به درهم امارات باشه. خب دوستان در اینجا یک درخواست رو داشتیم برای خریدن پسته که مشخصاتش اوکی بود، مشخصات رو برای ما ارسال کرده بودن و اون مقداری که میخواستن از ما delivery time packing information رو خواسته، ولی اینجا اومده هم نوع ارز رو مشخص کرده و هم اینکوترمز رو مشخص کرده. ما 2 تا حالت رو بررسی کردیم که یک حالتی بودش که ما نمیتونیم الان بهشون پاسخ بدیم به خاطر نوسانات قیمت، به خاطر تعطیلات، ولی سین کردیم یا اگر ایمیلی رو دریافت کردیم میخوایم طرف مقابل بدونه که ما اومدیم این رو دریافت کردیم و بررسی میکنیم بهشون اطلاع میدیم، گفتیم چطوری بهش پاسخ بدیم. یک حالت دیگر این بودش که ما اصلا CIF کار نمیکنیم، اونم CIF بندر جبل علی دبی. ما اومدیم گفتیم چطوری به این پاسخ بدیم. در اینجا میخوایم این حالت سوم رو بررسی کنیم که ما به CIF میخوایم بهشون قیمت بدیم، داریم CIF کار میکنیم و میخوایم بهشون قیمت بدیم. بریم ببینیم که پاسخ کامل به درخواست قیمت چجوری هستش. دوستان در پاسخ به درخواست قیمت ها خب من ابتدا میخونم و بعد نکاتش رو براتون توضیح میدم. Hello there Miss Sarah, thank you for your inquiry. دیگه حالا ترجمه نمی کنم، ما قبلا اینها رو ترجمه کردیم و میدونین. Please check below to find our offer. لطفاً این زیر رو بررسی کنین که پیشنهاد ما رو دریابید. اومده پسته رو گفته، یعنی محصولمون کالامون پسته بود و مشخصات دوباره درج شده و مقداری که سفارش خواستن. حتما مهمه زمانی که شما میخواین قیمتی رو به طرف مقابلتون بدین بیاین نوع کالایی که برای شما ارسال کرده و مشخصات کالا و مقدارش رو حتما دوباره درج کنین. دوستان دارم تاکید میکنم حتما. و اما در ادامه اینجا پکینگ رو گفته، بسته بندیش رو اومده گفته که CTN هستش. دوستان CTN مخفف کارتن هستش. کارتن به معنای کارتون هستش. ابعاد اون کارتون اومده اینجا گفته شده. weight وزنش گفته شده 15 کیلوگرم 15. total یعنی مجموع جمع CTN شده 3650 تا 3650. پس حتما ما باید چیکار کنیم؟ اطلاعات پکینگ رو اضافه کنیم به اون چه که مشتری خواسته، چون مشتری اطلاعات پکینگ رو خواسته اما باید دقیق اطلاعات پکینگ رو اینجا بدیم. اینجا اومده گفته برای اون 20 به اصطلاح تونی که شما میخواین ما بسته بندیمون کارتون هایی هستش در این سایز و ابعاد با این وزن و سفارش شما مجموعاً میشه 3650 کارتون. خب این خوبیش اینه که شمایی که در جایگاه خریدار هستین وقتی که این اطلاعات رو دارین هزینه حمل و نقلتون رو
تا کشور میتونین بررسی کنین. مثلا شما یک کالایی رو از چین میخواین بخرین، از دبی میخواین بخرین. وقتی این اطلاعات رو دارین میدونین که بر اساس این اطلاعات میتونین اون هزینه حمل و نقلتون رو محاسبه کنین، ببینین که با چه هزینه این کالا رو برای شما از دبی میارن به ایران و از اون سمت هزینه‌های ترخیص و الی غیره، و شما میای این رو به اصطلاح این قیمت‌ها رو محاسبه می‌کنین، حاشیه سودتون رو محاسبه می‌کنین، ببینین که آیا اصلا به نفع شما هستش از این کمپانی خرید کنین، این محصول رو اصلا از دبی بیارین به نفع شما هست یا خیر به صرفه هستش که از چین بیارین. و بعد دوستان قیمت رو باید بیاین چیکار کنین؟ در اصل از ما قیمت خواستن دیگه، ما باید قیمت رو بهشون بدیم، اما قیمتی که میدیم نوع ارزش باید مشخص باشه. اینجا خودشون خواسته بودن که ما به درهم امارات بهشون قیمت بدیم، اما زمانی که از شما نمیخوان، شما با اون واحد ارزی که دارین کار میکنین نوع ارز اون رو مینویسین و اینجا گفته قیمتش برای حالا این 20 شده 680,000 درهم امارات، که اگر شما بخواید این رو به انگلیسی بخونین 680,000. دلیوری تایمش رو گفته it's 4 to 6 weeks. دوستان داره میگه بین 4 تا 6 هفته زمان تحویلش هست. Price quoted as CIF جبل علی پورت دبی. میگه که این قیمتی که اعلام شده به عنوان CIF بندر جبل علی دبی هستش. Offer valid till 4 weeks. دوستان تاریخ اعتبار کوتیشن مهم هستش. یک مورد دیگر رو قبل از این تاریخ اعتبار بگم. دوستان ما میرسیم نمونه بعدی اینکوترمز رو مشخص نکرده، ولی ما حتما باید وقتی قیمت میدیم بگیم بر اساس کدوم اینکوترمز هست، بر اساس چه ترمی داریم بهشون قیمت میدیم، چون قیمت فوب با قیمت CIF متفاوته. شما توی تهران نشستین کالاتون رو تا بندر عباس میایین تحویل میدین، چه اتفاقی میفته؟ اون هزینه هایی که مربوط به حمل و نقل داخلی هستش و یه سری هزینه های دیگر تا بحث اینکه کارتون برسه به گمرک و اونجا هم دیگه کلا هزینه با شما، مثلا هر هزینه که این وسط هست. بحث CIF جدا از این هزینه که برای شما در بر داره این هستش که شما باید بیمه و حمل و نقل رو تا بندر کشور مقصد که اینجا تعیین کرده پرداخت کنید. پس خیلی مهمه که این کوترمز ها رو بدونید. اگر نمیدونین وظایف خریدار و فروشنده در فوب چی هستش، در CIF چی هستش، چه چیزهایی به عهده خریداره و چه چیزهایی به عهده فروشنده، برین لطفا وقت بگذارین این کوترمز ها رو مطالعه کنین، وظایف خریدار و فروشنده و اون تعهداتی که باید انجام بدن رو بدونین. وقتی که طرف میگه CIF میدونه یعنی چی، بنابراین انتظار داره شما هم بدونین CIF یعنی چی. مثلا قیمتی که ما قبلا گفتیم برای CIF میدین، خب الانم خدمتتون اشاره کردم، این میشه که شما قیمت کالا رو به علاوه بیمه و به علاوه حمل و نقل باید پرداخت کنین و اگر دارین فوق کار میکنین نمی نویسین که ما اون قیمتی که بهتون دادیم بر اساس فوب هستش و نمیایین درج کنین بر اساس کدوم اینکوترمز، ممکن طرف مقابل بیاد بگه هزینه حمل و نقلم با شماست. خب اونجا ممکنه توی یک شرایطی باشین که به ضررتون تموم بشه، یا اینکه نه اصلا اتفاق خاصی نیفته، فقط حرفتون دوتا میشه و نمیخواین باهاش معامله کنین. بنابراین این نکات رو حتما بدونین، مهم هستش، مخصوصا توی بحث این صدور فاکتور خیلی مهمه. وقتی که شما میایین پرفورما اینوایستون رو صادر میکنین، مهمه که حتما نوع ارزتون و ترم قیمتتون، در واقع اینکوترمزتون مشخص باشه. خیلی مهمه اونجا، خیلی مهمه دوستان، حتما دقت کنین. و اما مورد بعدی خدمتون عرض کنم تاریخ اعتبار کوتیشنه. اینجا گفته که اعتبارش تا 4 هفته است، یعنی بعد از 4 هفته اگه ما بیایم بهشون بگیم که ما کالا رو میخوایم، بهمون میگن که تاریخ اعتبار اون کوتیشن، اون مزن قیمتی که من براتون ارسال کردم تموم شده، باید درخواست جدید بدین و من برای شما
بیام کوتیشن جدید صادر کنم. این برای کشور ما بسیار خوب هستش، به دلیل اینکه قیمت‌ها نوسان داره، ارز نوسان داره و شما زمانی که میایین کوتیشنی رو صادر میکنین دوستان عزیز، فرقی نمیکنه میخواد در مکاتباتتون باشه یا در شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ، حتما یک تاریخ اعتبار برای کوتیشنتون بزنین و طرف مقابلتون میدونه و حداقل سعی کنین یک هفته باشه دوستان، به خاطر اینکه خودتون میدونید ما بحث اون تغییرات قیمتمون توی کشور سریع هستش، خیلی تغییر قیمتامون یه جوریه که خیلی ثابت نیستش، بنابراین بهتره که حداقل یک هفته‌ای باشه، یا حتی ممکنه بعضی مواقع شرایط طوری هستش که طرف مقابل میدونه که حتی یک هفته هم تو وضعیت این قیمت ثابت نمیمونه، ممکنه بگه برای 4 روز اعتبار داره. بستگی به خودتون داره اینکه اون حوزه‌ای که توش کار میکنین تغییر قیمتاش چند وقت یک بار اتفاق میفته. یک وقتایی ممکنه که مطمئن هستین که 3 هفته یک بار اتفاق میفته، پس میذارین تاریخ اعتبارش تا 3 هفته هستش و این دیگه بستگی به خودتون داره، اما حداقل یک هفته رو میتونین درج کنین و زمانی که مشتریتون اگر درج نکنین میاد بهتون میگه که خب از چند نفر دیگه هم قیمت میگیره، بعد میاد بهتون میگه که خب من میخوام، با قیمتتون اوکی هستم، بعد شما بهش میگین که خب من قیمتم تغییر کرده، قیمت جدید من اینقدره، خب قیمت بالا رفته، مشتری ممکنه یا اون خریدارتون ناراحت بشه و فکر کنه که شما باهاش صادق نبودین و یه جوری اعتبارتون ممکنه زیر سوال بره. اما زمانی که میایین این تاریخ اعتبار رو برای کوتیشنتون تعیین میکنین باعث میشه که اون اعتبار شما حفظ شه، حرفتون 2 تا نمیشه، چند تا نمیشه و مشتری میدونه که قبلا بهش اعلام کردین که این اعتبار داره این قیمت و معنیش اینه که قیمت ممکنه بالا بره، پایین بیاد یا حتی ثابت بمونه. در انتها مشخصات شرکت فروشنده، اگر خودتون فروشنده هستین میایین مشخصات خودتون، بعد به اصطلاح آدرس شرکتتون، شماره واتساپتون که باتون ارتباط بگیرن، ایمیلی که دارین باهاش مکاتبه میکنین، سایت و لینکدین، فیسبوک، سایر شبکه‌های اجتماعیتون رو حتما درج میکنین که بهش گفتیم قبلا، این رو میگن امضای الکترونیک شما هستش و جزئی از اون امضای الکترونیکتون محسوب میشه و چیزی شبیه اون امضایی نیستش که ما توی ایران انجام میدیم. خب دوستان، ما قرار شد یک درخواست قیمت دیگر رو بررسی کنیم که خود متفاوت‌تر هستش، قطعا نکاتی رو یاد خواهید گرفت و پاسخ به این رو هم بررسی کنیم. در اینجا اومده بوده Hello Sir Madam، اینجا نمیدونه که طرف آقاست یا خانوم هستش و با عنوان Dear Sir or Dear Madam اومده خطاب کرده. I'm Alex from X company from Dubai. خودش رو معرفی کرده از کدوم کمپانی و گفته که از دبی هم هستش و اومده گفته I do have inquiry for bill items. من یک درخواست دارم، یک استعلامی دارم برای این آیتم های زیر. این دویی که اینجا اومده دوستان الان شاید براتون جای سوال باشه، خب به چه معنی هستش؟ زمانی که دو اگر منفی باشه میشه don't، خب کاملا مشخصه جمله منفی هستش. اما زمانی که قبل از فعل های حال ساده دو اومده، فرم مثبت دو اومده، جمله مثبت دو با فرم مثبت خودش که همون دو باشه اومده، برای تأکید میاد، تأکید بر انجام اون عمل. و حتی برای گذشته ساده اگر قبل از فعل دید اومد، دیدید که جمله رو منفی میکنه و بعد حالت فعل هم که همون فرم اصلی خودش میشه. اما زمانی که دید میاد قبل از اون فعلی که در گذشته ساده استفاده شده، اونجا هم برای تاکید هستش که یک اتفاقی در گذشته افتاده هست. اینجا هم داره تاکید میکنه که بله مثلا این درخواست رو داره. دو نوع محصول رو مشخص کرده. هر دو محصول کامرا هستش ولی مدل هاشون متفاوته. حالا رنگشون، مدلشون رو نوشته، مدل ها متفاوته ولی خب رنگ ها یکسان هستش. گفته که برای آیتم اولش 20، دوستان توجه کنین به این، مخفف پیسز هستش. داخل پرانتز براتون نوشتم. پس اگر جایی دیدین مخفف چی هستش؟ تعداد یا همون پیسز. گفته که برای مورد اول 20 تعداد میخواد، مورد دوم 30 تعداد و در ادامه گفته please send me، لطفاً برام بفرست your packing information, delivery time and best price.
اطلاعات پکینگتون، بسته‌بندیتون و زمان تحویل و بهترین قیمتتون رو برای من بفرستید. در ادامه ادای احترام کرده، خودش رو معرفی کرد، سمتش رو، اطلاعات واتساپ، سایت و الی غیره رو که قبلا گفتیم شما حتما درج کنید. دوستان تعجب کردین در اینجا اصلا نگفته که با چه ارزی بهش قیمت بدیم و همینطور خدمتون عرض کنم اینکوترمز رو هم مشخص نکرده و ما فوب کار میکنیم، میخوایم بریم بر اساس فوب و اون دلار آمریکایی که کار میکنیم بهش قیمت بدیم. اینجا یک نکته دیگر رو من تکرار میکنم، کالامون مشخصه، مشخصات کالا مشخصه و تعداد کالا مشخصه. ما الان میتونیم قیمت رو محاسبه کنیم و بهش قیمت بدیم. Hello there Mr. Alex, thank you for inquiry. Please check below to find our offer. میگه لطفاً که این مواردی رو بررسی کن که پیشنهاد ما رو دریابی. خب ما گفتیم که خودمون میایم نام کالا، مشخصات کالا رو می‌نویسیم و میگیم این قیمت برای این تعداد کالا هستش. اینجا گفته که قیمت $324 برای USD دلار آمریکا برای این 20 تا. و مورد دوم اومده اسم کالا رو نوشته، مشخصاتش رو نوشته و گفته قیمت $786 دلار آمریکا برای اما 40 تعداد. توجه کنید دوستان، اینجا گفته 40. به چه معنی هستش؟ اونجا که 30 تا خواسته بود چرا ما نوشتیم 40؟ به خاطر اینکه طبق سیاست هایی که داریم این نوع کالای دوممون مینیمم اوردرش، مینیمم اوردر MOQ برابر 40 تا هستش. داخل پرانتز هم اومده نوشته که MOQ برای این محصول 40 تاست. یعنی این محصول رو اگه سفارش میخواین بدین حداقل باید 40 تا سفارش بدی، 30 تا نمیشه. ممکنه شما یک کالایی داشته باشین و یه سری کالاهاتون براش مینیمم اوردر تعیین کرده باشین و بگین که یک حداقل سفارشی داره، مینیمم اوردر کوانتیتی، یعنی حداقل تعداد سفارش. و اما این مورد دوستان 1 CTN یک کارتون سایزش اینقدر میشه، وزنش هم میشه 15 کیلوگرم. 2 تا کارتون هم سایزشون در این ابعاد میشه، وزنش هم میشه 20 کیلوگرم. اطلاعات چی؟ پکینگ رو گفته، هم سایزش رو گفته، هم وزنش رو گفته و هم تعدادش رو گفته. البته خب اینجا جا داشت که حالا شما اضافه کنین، حتما اینجا رو بنده اینجا رو فراموش کردم اضافه کنم، برای حالا انتها اضافه کنین خوب هستش که total of 3 CTN. total of 3 یعنی 3 CTN، یعنی مجموع 3 کارتون میشه. اینجا شما این رو اضافه کنید، کما اینکه اضافه نکنین اینجا مشخصه دیگه، 1 کارتون و 2 کارتون 3 کارتون میشه. اما خوب هستش که به اون شیوه بنویسین که توی پاسخ به درخواست قبلی مطرح کرده بودن. اضافه کنین که خیلی خوب هستش حتما. Delivery time for these items، تایم تحویل برای این آیتم ها. ببینید ما چند تا آیتم داریم، 2 تا آیتم داریم و هر آیتم خودشون یه تعدادی رو دارن. It's 3 to 4 weeks، بین 3 تا 4 هفته ازش گفته، از 3 تا 4 هفته. All price quoted، میگه همه این قیمت هایی که بهتون دادم، چون که 2 تا آیتم بود با مدل های متفاوت و قیمت هاشون متفاوت بود، میگه همه قیمت هایی که بهتون دادم یعنی همه قیمت هایی که اعلام شده، قیمت هایی که اعلام شده از به عنوان FOB بندر عباس پورت ایران هستش، به عنوان بندر عباس در واقع ایران هستش. خود بندر عباس دوستان یک اسم خاصه و باید به این ترتیب نوشته بشه. Offer valid till 2 weeks، گفته که تاریخ اعتبار کوتیشنش رو زده چقدر؟ 2 هفته. بعد از 2 هفته شما بیاین من این آیتم ها رو با این قیمت ممکنه بهتون ندم و باید
درخواست جدید داشته باشین و من بررسی کنم و قیمت جدید بهتون بدم. در انتها احترام، معرفی خودشون و اطلاعاتشون رو درج کردن. اینم یک مورد دیگری بود از نحوه درخواست قیمت و پاسخ به اون که گفتیم که باید چه نکاتی رو رعایت کنی و سعی کردم توی 2 مورد بهتون آموزش بدم، توضیح بدم، هم حالتهای مختلف داشته باشه و هم نکاتی رو یاد بگیریم و نکاتی هم که باید رعایت کنیم. چندین بار تکرار کردم که به قول معروف شما بتونین یادداشت کنین و ملکه ذهنتون باشه. هر چند بار که نیاز هستش آموزش ها رو ببینین، یادداشت کنین و هر جایی براتون سوال پیش اومد، مطلبی بود، حتما بپرسین. داخل پیوی بنده پاسخگو هستم. و این هم از پایان جلسه 12 و در اصل پایان سلسله جلسات کارگاه مکالمات انگلیسی تجاری و بازرگانی که ویژه سطح elementary و مقدماتی ما رو ارائه دادیم خدمت دوستان. با این آموزش ها اگر درست کار کنیم، به علاوه اون ویدیوهای زبان تخصصی بازرگانی که براتون ارسال شده و همچنان ارسال میشه داخل کانال عمومی، قطعا شما میتونین توی شروع با همین سطح elementary صحبت کنین، بفهمین و به قول معروف کار خودتون رو راه بندازین و در ادامه وقت بگذارین برای تقویت مکالمتون، تقویت دانش زبانیتون و همچنین تقویت مکاتباتتون که اینها برای قوی شدن و فعالیت حرفه‌ای و بودن در عرصه بین‌الملل خیلی مورد نیاز هستش. در پناه حضرت حق موفق و مؤید باشید.